چه شاهی بوده داشتیم؟ آخه این چه شاهی بوده؟ شاهی که گوشت مملکتش کیلویی لااقل 300 تومن میارزیده به ما میفروخته 30 تومن. این چه شاهی بوده که ما داشتیم؟ شاهی که سیگار مملکتش حداقل پاکتی 50 تومن قیمتش بوده چرا به ما با 2 تومن حساب میکرده؟ من از این شهر شاکیم، من از این شاه شاکیم. شاهی که بنزین مملکتش لیتری 25 تومن قیمتشه به ما فقط 6000 حساب میکرده. من از این شهر شاکیم. شاهی که نفت مملکتش لیتری 25 تومن قیمتشه به ما فقط 2 قرار و 10 شاهی حساب میکرده. آخه این چجور شاهی بوده؟ من از این شاه شاکیم. شاهی که تخم مرغ مملکتش لااقل دونه 7 تومن 8 تومن قیمتشه به ما فقط 5000 حساب میکرده. چجور شاهی بوده؟ این چه شاهی بوده داشتیم؟ آخه این چه شاهی بوده؟ شاهی که گوشت مملکتش کیلویی لااقل 300 تومن میارزیده به ما میفروخته 30 تومن. این چه شاهی بوده که ما داشتیم؟ شاهی که سیگار مملکتش حداقل پاکتی 50 تومن قیمتش بوده چرا به ما با 2 تومن حساب میکرده؟ من از این شهر شاکیم، من از این شاه شاکیم. شاهی که بنزین مملکتش لیتری 25 تومن قیمتشه به ما فقط 6000 حساب میکرده. من از این شخص شاکیم. شاهی که نفت مملکتش لیتری 25 تومن قیمتشه به ما فقط 2 قرار و 10 شاهی حساب میکرده. آخه این چجور شاهی بوده؟ من از این شاه شاکیم. شاهی که تخم مرغ مملکتش لااقل دونه 7 تومن 8 تومن قیمتشه به ما فقط 5000 حساب میکرده. چجور شاهی بوده؟